اگه یه چیز شیرین دلت خواست با چایت بخوری، این باقلوا خونگی رو درست کن که تو نیم ساعت آماده میشه. تخم مرغ و وانیل و ترکیب روغن و کره و یا روغن جامد به همراه ماست و پودر قند و با همزن دستی خوب هم بزنید. آرد و بیکینگ پودرتون هم ترکیب کنین، بعد چند تا مرحله به این موادتون اضافه کنین و خمیر رو خوب ورز بدین تا یه خمیر نرم و لطیفی به دست بیارین. بعد از اینکه خمیر جمع شد، اونو به 2 قسمت تقسیم بکنین و بذارین کنار. خمیر احتیاج به استراحت نداره. توی کاسه گردوی پودر شده به همراه پودر قند و پودر هلو با هم دیگه ترکیب کنین. میتونین پودر دارچین هم در صورت تمایل بهش اضافه بکنین. بعد نصف خمیرتون رو کف تابتون بذارین و اون ترکیب گردو رو بهش اضافه بکنین. روی خمیرتون پهن بکنین و نصف دیگه خمیرم پهن بکنین و روی این ترکیب بذارین. اطراف و کناره های خمیر خوب هم دیگه فیکس بکنین تا مواد بیرون نریزه. بعد هر طرحی که دوست دارین روش بدین، در تابه رو دم کنی بذارین و بذارین رو حرارت که شعله پخش کن گذاشتین تا کاملا بپزه. برای شربتش هم شکر و آب و کمی گلاب و زعفرون رو بذارین رو حرارت فقط تا زمانی که شکر حل بشه و بذارین کنار تا شربت کاملا خنک بشه. بعد از اینکه باقلوامون پخت، شربت سرد رو روی باقلوای داغ بریزین و بذارین نیم ساعت بمونه تا شربت به خورد باقلواتون بره و در آخر هم توی نیم ساعتی همچین باقلوای فوق‌العاده خوشمزه رو تحویل بگیرین. ممنون که تا آخر این کلیپ همراه من بودین.